شماری از باشندگان ولسوالی گرزیوان فاریاب از خرابی جاده و نبود انرژی برق در این ولسوالی نگرانند. آنان میگویند که در زمان حکومت پیشین هیچ پروژه توسعه‌ای در این ولسوالی عملی نشده و اکنون از امارت اسلامی خواهان عملی سازی پروژه های انکشافی هستند. اما مسئولان محلی فاریاب از آغاز کار ساخت و ساز جاده این ولسوالی در آینده نزدیک اطمینان میدهند. ولسوالی گرزیوان در 100 کیلومتری شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب موقعیت دارد. شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند که به علت خرابی جاده عمومی و نبود برق با چالش‌های جدی روبرو هستند. آنان میگویند که در 20 سال پسین به عملی سازی پروژه های زیربنایی و انکشافی در این ولسوالی توجه نشده است و از مسئولان در حکومت سرپرست و نهادهای کمک کننده میخواهند تا به چالش هایشان رسیدگی کنند. خواستهای ما از حکومت امارت اسلامی است که باید در سرک ما توجه بکنند و خصوصا در برق ما توجه بکنند که مشکلات عمده ما مردم ما گرزیوان است. امارت اسلامی افغانستان قسمی که امنیت تامین کرده باید دیگه موضوعات هم زیر نظر بگیره که موضوعات علم و تعلیم است، سرک هست، انرژی هست. اینترنت نیست، اینترنت باشه باید ما مردم. اینترنت ضعیف است، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، کلینیک مثلا که اینجا مریض تداوی شوه یا کلینیک صحیح باشه نیست و کلینیک بر ما مردم. سرک ما خراب است، از سرک خیلی مینالند و ما امیدوار هستیم که دولت در سرک و برق توجه خاص کنه که خیلی مشکلات است. در همین حال سخنگوی والی فاریاب میگوید که به هدف رسیدگی به چالش‌های باشندگان این ولسوالی برنامه‌هایی را روی دست دارند و اطمینان می‌دهد که در آینده نزدیک کار ساخت و ساز جاده این ولسوالی نیز آغاز خواهد شد. راه مواصلاتی ولسوالی گرزیوان با مرکز راه خیلی سخت و صعب العبور است که باشندگان محل در فصل زمستان با مشکل گوناگون مواجه هستند. رهبری مقام ولایت موضوع را روی دست گرفته است و این موضوع را با رهبری امارت اسلامی نیز شریک ساخته است که در آینده های نزدیک ساخت این را ان شاء الله تعالی روی دست گرفته خواهد شد. این در حالی است که پیش از این شماری از باشندگان دیگر ولسوالی های فاریاب نیز خواستار عملی سازی پروژه های انکشافی از سوی مسئولان در مناطقشان شده بودند.